پیرمرد 74 ساله ساکن جماعت دهوت قمسنگر نویه جیهون را که پیش بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی سود شده بود، این دفعه با اتهام قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت پیرمرد روز 8 ایول تخمینا ساعت 13:00 در خانه استقامتیش دامادش مرد 31 ساله ساکن شهر بلخ نویه بلخی را از سبب مناقشه به میان آمده با کارد آشخانگی 2 ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. تفتیش حادثه ادامه دارد. به پیرمرد این دفعه بر اساس ماده 110 کودکس جنایتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند.